که بعد از فتح و بعد از پیروزی امی کفار خو نمیتوانند که به شکل مستقیم بیاید و کوشش میکنه که در لباس منافق به سر شما تعرض بکنه. تعرض اونا چی هستند؟ تعرض امی منافقین و امی کفار امی هستند که برای نظام اسلامی، افراد نظام اسلامی و کسایی که تحت نظام اسلامی زندگی دارند، همین مردم برای نظام اسلامی بی اعتماد بکنند. این کوشش منافقین و کفار است. فعلا همه چیزا میاره، بعضی وقت گپی اقتصاد میاره، بعضی وقت گپی رسمیت میاره، بعضی وقت دروغ جور میکنه که در افغانستان خیلی خطر است، به مردم ظلم میشه، خیلی گپا میارن. خواهش ما همی است که همه علماء کرام با عزت و همه شیخ کرام از همه اعتراضات دشمنان یک جواب دندشکن بدهند و از نظام اسلامی دفاع کنند. این نظام یک فرد نیست، نظام یک شخص نیست، نظام یک ولایت نیست و یک چیزی که دشمن از این استفاده میکنند همه چیز هستند که همه گپی قومیت، که شما به قوم ازبک هستی، شما به قوم پارسی هستی، شما به قوم تاجک هستی، شما به قوم پشتون هستی. این چیزا در مابین ما و شما اعتبار ندارند. هزار خویش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه که اشنا باشد. این دستوری و طریقه و اصل ما و شما است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 100% به همه گپا شما مطمئن باشین، به مردم افغانستان هم اطمینان بیتین. هر چیزی، هر کسی که به هر اندازه که نزدیک باشه، شاید که از نزدیکای امیرالمؤمنین صاحب باشه و مطابق اسلام حرکت ندارن، به کار امیرالمؤمنین صاحب نیستن. شاید زندان بیاره، بندیم بکنه، قتلم بکنه اگر مستحق قتل بود. و هر چی از امیرالمؤمنین صاحب دور باشه